شب پیشی خدا بگریستم زار، شب پیشی خدا بگریستم زار. مسلمانان چرا خارند و زارند؟ ندا آمد نمیدانی که این قلب، ندا آمد نمیدانی که این قوم دل دارند و محبوب ندارند. خواب از دیده ها پرید، کلن پرید. نگاه کنید، نخواد که اینقدر بعداً چیزها رو ما نمیخواستیم نشان دهیم، بعداً چیزها رو هم نمیخواستیم که طبع شما رو خیره کنیم، اما موی سفیدان میگفتن که یک باید نشان داد که تا دیگران اصلاح شوند، تا دیگران به قدر فرزندانشان برسند. ای کثافت مادر، آیا نمیدانی که هزارها نفر برای فرزند زار هستند، به ناخون فرزند زار هستند؟ نمیدانی هزاران نفر هستند که میلیون صرفه میکنند که تا صاحب فرزند بشوند، شبهای دراز گریه میکنند به خاطر فرزند. نمیدانی زندگیشون تلخ است، در خانهشون صدای کودک نیست، طفل نیست. آیا نمیدانی زیق هستند؟ اکثریتش را می آموزیم اگر زن و شوهر که جنگ کردن تیز شدن، زود علم از فرزند و از کودک میگیرند. ما نمیگوییم که دستاش شکند، ما میگوییم که این را مادر گفتن در کار نیست. خواهش میکنیم که هستند که همین در شهر دوشنبه و میدونیم که 551 نیست، اما من نمیدونم چی بگویم، اما خواهش میکردیم هر نفرانی که در همین شهر دوشنبه هستند پیشگیری کنند، کاربری کنند، ببینند که چی گپ است و حتما جزایش را بدهند، حتما جزایش را بدهند. این من نمیدونم این مادر دیوانه است گفته میدونم، حتی من نمیدونم یگان بلای یارش نشده باشد. هر تماشابینی که فرزند دارد خوب میفهمد، هر یکی او را به جای فرزند خود تصور میکند. آخر ناشکر اصلا هم اینها را گرفتن در کار است. هر کسی که ظلم میآورد بالای کودکانش هیچ چیزش دردناک نیست، هیچ چیزش علم‌آور نیست. به قدر فرزند نمیرسید گیرم فرزند داره. من نمیدونم خیش و تبار یا کیا هستن گیرن اصلا صدقه فرزند میشوند. من صدها مردم میدونم که نزد ما گیره میکنن یا چی کارو نمیکنن که صاحب فرزند شوند به خاطر که دلشان تسلا بشود از بفرزندی، اکثرش حتی زندگیش ویران. اینها باشند ناشکرها به فرزند که هازار که ها بیزار. پارچه شعری بود میگفت فرزند این میوه باغ دل ما و شما،
خام نکنید می آید غضب خدا. پیش از گناه کردن اندیشه کنید، یگام کاری شما نمی ماند بی جزا. او کودک است، او فرشته است، صدقه کودک بشوی، صدقه فرزند بشوی، صدقه شوی. خدا شاهد است که صدها تماشابین ها هستند که راضی هستند که همین فرزند را بگیرند. صدها، چون از تجربه میگوییم، صدها آماده هستند که بیایند همین کودک را بگیرند. از عهده اش نمیبرایی ته به یک فرزند زار بگیرد کلان کند. خدا نگهبانتان دوستان. فرزندکاتان احتیاط کنید، لطوکوبشان نکنید. فرزنده که لطوکوب میکنی ترسو میشود، او بعداً میگویند که ترسانچک میشود، چون از خوردی پدر و مادر میزند. بهترین تربیه این است که شما باید در خانه نمونه باشید. میخوای که فرزندت دروغگوی نشود، خودت دروغ نگوی. میخوای که فرزندت عبادت، خودت وقتش عبادت کن. تمام چیزی ویا فرزند باید تربیه کنیم که پگاه از عهده خودش براید. وقتی که نوار برآمده بود راستی بسیار مردم خواتیر شد، گرچنده که فرزندی آنها نیست خواتیر شد. نگاه کنید، وقتی که یکم کس جنایت میکند، چی دزدی میکند، چی غارتکاری، چی یکم چیز دیگر، مردم پروا ندارد. این حالتی بود که در روح انسان، یعنی تاثیرش در روح انسان بود که آدمیزاد طاقت کردن نمیتوانست. دنیای پر ارمان نبین، گاه قیمت گاه ارزان نبین. یتیم دل ویران نبین، این کودک گریان نبین. فریاده 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 فریاده، بیگناهان آنها لیک ما گناهکار. با فرزند زار کی ها هستند، کی ها بیزار. کجا شد این وجدان و این ناموس و عار؟ ای به مهران خدا کند شما را خوار. بیگانه دنیا ویران دنیا، بیگانه دنیا ویران دنیا. گریه مکن از گریه دل گشته خون، همراهی تو میگیرد این چرخی گردون. گریه مکن از گریه دل گشته خون، همراهی تو میگیرد این چرخی گردون. بیگانه دنیا ویران دنیا، بیگانه دنیا ویران دنیا. فرزند این باغ میوه ما و شما، خم نکنید می آید غضب خدا. پیش از گناه کردن یک اندیشه کنید، هر یک گناه فردا نماند به جزا.